اینجا برای نوازنده هم یک قرصق میزنید هم دستاشون درد نبینن. مامورکو نوازنده نمره یکی تاجیکستان و این فیروز جان دادر من از شهر دوشنبه تبلغ نواز نمره یک. من اینجا ایلام جان هنرمند مردمی عین شهر عین تاجیکستان شما نکه جانوان با دوستان همدرد باش، شروع خاک باش و گرد باش، دور از بری نامرد باش، یک روز باش و مرد باش. این سرود هم از سال 2013 خواندگی بودم. این سرود یکم وقت نمیمورد انشاءالله. مخلصاش بسیار هر روز طلب میکنند برای همه شعر مردم. سرود از نام استاد شریف اسمتی برای شما. دل آشوق از شهر ما گل باقی جهان باشد. میان شهرهای کهنه دنیا جوان باشد. و دلها نور می پاشد، و دلها نور می پاشد ز چشمان محبت جان. چو اخترهای نور افکن جوانی را نشان باشد، نشان باشد، نشان باشد. چو اخترهای نور افکن جوانی را نشان باشد. دل آشوق است شهر ما گل باقی جهان باشد. دل آشوق است شهر ما گل باقی جهان باشد. میان شهرهای کهنه دنیا جوان باشد. و دلها نور می پاشد ز چشمانی محبت جوی. چو اخترهای نور افکن جوانی را نشان باشد. چو اخترهای نور افکن جوانی را نشان باشد. زرفشانش همیشه زرفشان باشد. چو طلایی زرفشانش همیشه زرفشان
جان باشد سرایت نیزمتی چون شاهی دوران سرودی دیر روایی سرودی جاویدان باشد و وصفش سرایت نیزمتی چون شاهی دوران سرودی دیر روای سرودی جاویدان باشد گلا شد از شهر ما گلباغی جهان باشد میان شهرهای کهنه دنیا جان باشد میان شهرهای کهنه دنیا جوان باشد یک سرود برای مهاجران میخوانم. سرود نو. خالی از آغوشم و در دیده خوابم نیست خالی از آغوشم و در دیده خوابم نیست از شامی غریبی ماهتابم نیست هر کجا نقل و کبابو هر کجا نقل و کبابو شب در جامی شکر سرشو اندر غربت است میلی کبابم نیست سرشو اندر غربت است
کبابم نیست خالی از آغوشم و در دیده خوابم 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 نیست حال شامی غریبی ماهتابم نیست حال شامی غریبی ماهتابم نیست هر کجان و تمام شهر در جان شکر هر کجان و تمام شهر در جان شکر سرچو اندر حکومت است میلی کبابم نیست سرچو اندر حکومت است میلی کبابم نیست روی راهم صد هزار راه است راهی زندگی ولی راهی سوز و غربت این که خوابم نیست هر کجا مهنت کشه دیدم فقیر و زار بود دیگر مهنت شرف جویم کتابم نیست هر کجا مهنت کشه دیدم فقیر و زار بود دیگر مهنت شرف جویم کتابم نیست خالی از
نیست خالی از آغوشم در دیده خوابم نیست خالی از آغوشم در دیده خوابم نیست آرا شامی غریبی ماهتابم نیست آرا شامی غریبی ماهتابم نیست هر کجا نگو کباب شهر در جامی شکر هر کجا نگو کباب شهر در جامی شکر سرشو اگر غربت است میلی کبابم نیست سرشو اگر غربت است میلی کبابم نیست سرشوام در غربت است میلی کبابم نیست یا
سرمانی سردی همین مرد و نامرد نخوانم در تلفن 10 کس نویساست که همین در کارتتون 50,000 نمیذار اونم همین سرده خونه اگه نمیدن هم کودی کارتی کلام شما رو هم پول بیونه نمیجم خدا خط میخوانم موضی برای همین مخلصون میخوانم از یکوتیا زکر شلوس یکوتیا اگه مامور جان نوازی نگو یک تبریز بگیرید انشالله حدیث بگذرد شادی عمر و دردها لاله روی و نگاهی سرها گرمی های قلب و فصلی سرها مرد هم میمیرد و نامرد هم بگذرد شادی عمر و دردها لاله روی و نگاهی سرد هم گرمی های قلب و فصلی سرد هم مرد هم میمیرد و نامرد هم مرد هم میمیرد و نامرد هم شخصی دارا تکیه بر زر میکند شخصی دارا تکیه بر سر میکند فخریمان و خانم و در میکند مرد حالی ما برابر میکند مرد هم میمیرد و نامرد هم مرد هم میمیرد و نامرد هم بگذرد مرد گریه بیرماید جهان گریه بیرماید همه خرد و کلام با تمامی هستی و از سوزی جان مرد هم میمیرد و نامرد هم با تمامی هستی و از سوزی جان مرد هم میمیرد و نامرد هم
مکن در عزای دوست به دردی مکن مرد هم میمیرد و نامرد هم مرد هم میمیرد و نامرد هم از تمامی کینه و شر دور باش در نکونامی شبهی نور باش در جوان مردی چو محکم پور باش مرد هم میمیرد و نامرد هم مرد باش و کاری نامردی مکن مرد باش و کاری نامردی مکن بر کسی در زندگی سردی مکن در عزای دوست به دردی مکن مرد هم میمیرد و نامرد هم مرد هم میمیرد و نامرد هم این سود برای مردم بود در که ترسک زنه دو برای مردم سونی نمتامو برای مدتی لب تشنه آبی زرفشان مانده‌ام با خماری زر سنگی ساحلی آب مانده‌ام مدتی لب تشنه آبی زرفشان مانده‌ام با خماری زر سنگی ساحلی آب مانده‌ام چون قومی کی کنم پردازی ملکی دیگره چون قومی کی کنم پردازی ملکی دیگره دور از خاکی عزیزی تاجیکستان مانده‌ام چون قومی کی کنم پردازی ملکی دیگره دور از خاکی عزیزی تاجیکستان مانده‌ام
خشتی خامون جای خوابم پروال است از عذابی زندگی دندان قدم موندم اکثریم خشتی خامون جای خوابم پروال است از عذابی زندگی دندان قدم موندم عذابی زندگی دندان بدندان موندم از کنار بوسه شیرین جانان موندم حسن سوزی دلم سوی گلم شامه کنی یک تنی دانا بیاوی ستنادان موندم مدتی لب تشنی آبی زرافشان موندم مدتی لب تشنی آبی زرافشان موندم با خماری زر سنگی ساحلی آب موندم هر قدم گل دخترانی نازنین دیدم ولی از کنار بوسه شیرین جانان موندم هر قدم گل دخترانی نازنین دیدم ولی از کنار بوسه شیرین جانان موندم یک تنی دانا میانی ستن آدم موندم یک تنی دانا میانی ستن آدم موندم سلامت باشید رحمت من فکر کنم افسیانتا مسته نکراس هم بچه ها چی بود کلاپه جیخه دو ابیرون پسر میبیارید این سالو کلاپه هم نداره همه دونه خوش آمده میگم راست دیگر که در عرفیت میگه که دل نکشد و پام میرود همه روز خیلی که شما همین طلب صنعت و سرود و موسیقی در دلاتون که بود من امروز نزدیک شدم دیدار یکدیگر دیدیم دیدار دوست غریمان بگو ما چقدر سرود خوانیم برای همین مردم تاجیک هم چقدر سرود خوانیم از دل شما نمیرزنیم چی بکی سرودای نو اشعارای نو
باری مخلصا من گفتنی که همین در زندگی مهر و محبت کردن در کار یار و دوست شدن در کار برادر شدن در کار روزوی نیک در پیش انشاءالله خدا خواهد همه زندگی در پیش است همه دونم با سال همین 2022 با یک بار دیگه خوش آمدید میگم من یک تا سرود سالی 2000 خطا نکنم 3 خواندگی بودم 2003 همه سرودی مسافری بر این مسافرها تا همین روزا با همین مخلصا طلب میکنن که خوانه اگر چیزی که مخلصا میگم ما نگفته نمیتونیم حتما میخوانیم بعد خلاص میشیم برای شما وقت سرود میخوانیم سرود مهاجر از نام شاعر نو قلم از نام استاد خودم خطبیدین مرزایف برای شما پیشکش میکنم که همین شاعرات قلماشون تیز باشد اگر راستیگه ما همین چیزای نو خوانده میستیم که مخلصا تیز قدر کنن و تیز ماه سراغ کنن اگر مامور جان یک تریز بگیریم با اونهای زیبا نگاه نکنیدون اشکمای سر کنیدون لازم نباید خدمت شما با حضور من همین پیش از خودم باید موسیقان و رقاصه تیز نگاه کنم که اینجور خاطرش جمع باشه اشکمای سر باشه حافظ مردم همه خیلی دیگه حافظای بدانم نه که من موسیقان و رقاصه بسیار قدر بدانم همین من با شما زنده یادی دیارش میکند آن که مسافر میشود یادی دیارش میکند آن که مسافر میشود افتاده ام در شهری کس از غصه دلگیر میشود او گرچه خندد بلد او گرچه خندد بلد در حلقه هم به حیوان با یاد پیغام نام خود از تو خواطر می شود یادی دیارش میکند آن که مسافر بشود یادی دیارش میکند آن که مسافر بشود افتاده ام در شهر کس از غصه دلگیر میشود یادی دیارش میکند آن که مسافر میشود افتاده ام در شهر کس از غصه دلگیر میشود او گرچه خندد بلند در حلقه هم دهگان با یاد پیوندان خود از تو خواطر میشود با یاد پیوندان خود از تو خواطر میشود
دانی عذابی ملکی کس تعریف و توصیفی تو بس راحت ندیدم آدمی یک عمر آخر می شود یک عمر آخر می شود دانی عذابی ملکی کس تعریف و توصیفی تو بس راحت ندیدم آدمی یک عمر آخر می شود یک عمر آخر می شود عمری جوان پیر می شود عمری جوان پیر می شود گویم فلانی را ببین بازو فسانی را ببین با ابله و نادان مشی عمری جوان پیر می شود عمری جوان پیر می شود خاکی وطن مسدسه شما مسافر میشوند باشد اگر دور از وطن از من کند شعری حسن چون بود بی شیری سخن حال کس که شاعر میشود چون بود بی سخن آن کس که شاعر می شود یادی دیارش نکند آن که مسافر می شود افتاده در شهر کس از دوست دیر گیر می شود افتاده در شهر کس از دوست دیر گیر می شود با ابله و نادان مشین عمری جوان گیر می شود همه یادی دیارش بکنند با فکرم همه چیزی اینجا یاد تاجیکستان حالا اینجا
سردی مادر زکاس کردن سردی مادر میخوانیم پدر میخوانیم و سردای رقصی میگذاریم انشالله. در حسرتی تو دیلم به درد است مادر رخسار به غصه تو زرد است مادر شاید غمی به غمی عجب خانه خراب با بنده به میدانی نبرد است مادر آه مادر جان مادر جان مادر من روی تو را بگشته پس مادر در حسرتی تو دیلم به درد است مادر رخسار به غصه تو زرد است مادر شاید غمی به غمی عجب خانه خراب با بنده به میدانی نبرد است مادر با بنده به میدانی نبرد است مادر آه مادر جان مادر جان مادر من روی تو را بگشته پس مادر در حسرتی تو دیدم به درد است مادر رخساره به غصه تو زرد است مادر در حسرتی تو دیدم به درد است مادر رخساره به غصه تو زرد است مادر شاید غمی به غمی عجب خانه خراب با بنده به میدانی نبرد است مادر آه مادر جان مادر جان مادر من روی تو را بگشته پس مادر آه مادر جان مادر جان مادر من روی تو را بگشته پس مادر
درمانم روی مدارم تو درمانم آه مادر جان مادر جان مادر من روی تو را بیگشتم پس مادر آه مادر جان مادر جان مادر من روی تو را بیگشتم پس مادر در حسرتی تو دلم با درد است برای مادران یک قرصت مادرای همه ما زنده باشم پدر و مادر زنده است ما زنده قربانشان دراز کنم پدر زنده باشم مادر زنده باشم در سر ما سویبان باشم باور کنید که همین پدر و مادر نباشد زندگی بخشه معنا نداره خوش آمدید یک بار دیگه یک سرود تیار کرده بودم برای همین کرونا ویروس باید همین کرونا ویروس گم شود من شب خوابش دیده بودم نه
2022 با گم شود گفتگیم من یک تا سرود تر کردم میخوام بعد سرودای رقصی بگذاریم انشاءالله. خوش آمدتون. چی حال داری بگو آخر مهاجر چی حال داری بگو آخر مهاجر چی احوال است در این شهر مسافر چی حال داری بگو آخر مهاجر چی احوال است در این شهر مسافر در این درد که نامش هست کرونا بگو دانم چی میدانی تو آخر در این درد که نامش هست کرونا بگو دانم چی میدانی تو آخر بگو دانم چی میدانی چی حال داری بگو آخر مهاجر چی احوال است در این شهری مسافر چی حال داری بگو آخر مهاجر چی احوال است در این شهری مسافر در این درد که نامش هست کرونا بگو دانم چی میدانی تو آخر در این درد که نامش هست کرونا بگو دانم چی میدانی تو آخر سرغایی منو غایی تو دادم سر و سامان ندارم در غریبی کی سرغایی منو غایی تو دادم دیگر را سیرنجوری گریبانشا کرده زمانه که زدم آتش دیگر را سیرنجوری گریبانشا
تماشا کردم چنگالی اجل ما را رها کن بغیر از جز تو ما یاره نداره زی چنگالی اجل ما را رها کن مهاجر وقت تو یک باره ندارد کرانکین گشتم و باره ندارد مهاجر وقت تو یک باره ندارد کرانکین گشتم و باره ندارد غریبی سخت تو سخت‌تر از غریبی مسافر وقت تو یک باره ندارد غریبی سخت و سخت‌تر از غریبی مسافر بخت و اقبال ندارد مهاجر نان خوردن داریانه صحتمندی و یا بیماریانه مهاجر نان خوردن داریانه صحتمندی و یا بیماریانه از این رو مرد تاجیک را بیدیدی دیدم از شان خود بزاریانه از این رو مرد تاجیک را بیدیدی بگو از جان خود بزاریانه چیها داری بگو آخر مهاجر چی احوال از دری شهری مسافر در این درد کی نامش هست کرونا بگو دانه چی میدانی تو آخر بگو دانه چی میدانی آخر یک جان تشکر برای همتون میمانو خوش آمدم اینجا من پیش از کنسرت سر کردن گفتم که از تمام همین تریتوری تاجیکستان همینجا با آدم هست از دوشنبه از خوجند
از عینی، از شهر تانجکین همه جماعت ها و از همه جا آدم هست. همه کدوم باید بار دیگه خوش آمدید میگم. خوش آمدیدتون. اینجا مهمان ها همه سرودی من گوش کردن بوده. از شهر سنت پتربورگ آمدیم. پاییزی سفسن هم هست. می سفسن این سفسن از چه نامی پاییز یکم بار سال نشدیم بگیم 3 ساعت نگفتمی 3 منوت با آمدیم گفتم نمیدونم برای همین پاییز کدی آمدناش یک تا سرودی همین مهاجر گفتازن همین سرودی حسن بایی گفتم میخوانیم. شما دیدم مردمی سنت پتربورگ سلام رسانیتان نامی ما خاندان همه تون توی شود من اکوی فضلینجا خوش آمدم اپا جا خوش آمدیتون مهمان ها اکا جان من از شهر ماغی هم خوش آمدم اکا رحمت همه جان توی کنیدان خدمت میکنم انشاءالله. من همین یک دیگه سرود موقع کردم مهمان های سنت پتربورگ میخوانم رقاصان تایار چیخل برونده رقص کنیم بودازن نمیدونم همین تیز رقصش بگذاریم میگن اوزی بازی میخوانیم رقصش هم کمتر بچه ها همین سالی نو 20 گیرم کنه رفتیم اکا مدتی لب تشنه آبی زرفشان مونده‌ام آخباری زر سنگی ساحلی آمونده‌ام چون اتاقی که کند پرواز ملکی دیگره دور از خاکی عزیزی تاجیکستان مونده‌ام مدتی لب تشنه آبی زرفشان مونده‌ام برای بچه های زرفشان شمادم سالی نمو برشد مدتی لب تشنه آبی زرفشان مونده‌ام مدتی تشنه آبی زرفشان مونده‌ام با خماری زر سنگی ساحلی آمونده‌ام چون خوابی که کند چون خوابی که کند پردازی ملکی دور از خاکی عزیزی تاجیکستان مونده‌ام دور از خاکی عزیزی تاجیکستان مونده‌ام
آبی زندگی دندان و دندان مانده‌ام هر قدم گل دخترانی نازنین دیدم ولی از کنار بوسه شیرین جانان مانده‌ام هر قدم گل دخترانی نازنین دیدم ولی از کنار بوسه شیرین جانان مانده‌ام مسافر خواندیم سرگای رقصی هم خواندیم که سالی نبوده که شنیق شود آفید اینجا همه پدر مادر دارن همیشه مادر زیبا آمدگی زادر زی مادر میشه هم مادر باید قرصه که مادر زیدان مادر 100 ساله شدن مادرای همه ما زنده باشن زادروزشان را قید کنیم
لباس ناز کنیم، تماشا بریم، خدمت پدر و مادر کارمندان خوش آمدید. دلبر تو ما نرفتی، دلبر تو ما نرفتی، در دست ما نرفتی. Oh,
سنی عشقی بری دساغم لاغم شایی کنه عشقی بری دساغم لاغم شایی کنه Dina,
مشمایار شمیانی مشمایار ای سرفی روانی مشمایار شمیانی مشمایار سرفی روانی مشمایار شمیانی مشمایار شام سحری من شیری یارکی من شام سحری من ایام شبانی بیا در بغل من بیا ایام شبانی بیا در بغل من شیری یارکی من شام سحری من شیری یارکی من شام سحری من ایام شبانی بیا در بغل من بیا ایام شبانی بیا در بغل من
بینازم خبر من میاد را بیسازم
دختر که نازت را بینازم کمر بندی میانت را بیسازم یکی خنجر و قلبت شدی آشی یکی خنجر و قلبت شدی آشی دیدانی گروه را بینازم دردار گل دیدنات اسمایی درشیدنات دردار گل دیدنات اسمایی درشیدنات قرار شدندنات عاشق سوزندنات همه از باید دیدانی چشمانته نیاز چشمانته شما تو هم بردیگه همیشه بشه سوالی نف حمید هستم اینجا چیختر سورت خورم کم برای شما
همه چراغ کم کمی تو تاریک کنید که یک مردمی تو یک دورانی همین وای با درامده برام باید در گرامه تا اینجا دیدار یک دیگر رو بینیم ماسکا بفکرم همه الکتریک شده کار میکنم عقلش بگیرد که سویت چه کشتن در کار سالای نو باری همه تو مبارک اینجا همه سرودی همه یک روز باشد مرد باشد باز زکست کرده مجبور خواندنم در کار من جوزی یک مادر آمدگی اینجا برای همه شما یک دعا میتیم برای همه شما یک سخنهای نیک میگویم های 10 مورد من دم میگیرم یک تا آب جوش میخورم با خدمت میکنم من مادر بیل اینجا پیش بید یه سیوکه نمیکنم بیل سیوکه نکنید تو فقط اگر این کس مادری همه که ما هستن اینجا شبی زادروزشون باید سخنهای نیک میکنم با خدمت من دوام میتونم سلامت باشید شد منور از قدوم دوستان کاشانم شد منور از قدوم دوستان کاشانم خانه فانوس از تو مهمان شمع من پروانم سلامی گرم و جشن از ناحیه پنجکن یعنی شهر قدیمه از پنجکن باستان السلام علیکم مهمانان و میزبانان عزیز لطفاً اجازه دید من از نام خودم و از نام اهل آینمان این صنعتکار دوست داشته‌مان را به اینجا مهمان شده آمدنشان خیر مقدم میگویم اولا به شما معلوم میگردانم که این برادر را ما همچون برادر در آیلمان قبول کردگیم همچون برادر خودمان میدانیم چون که ما سر یک دسترخوان نشستگی ما همیشه طرفدار این برادر عزیز هستیم مهمانان عزیز لطفاً اجازه دیتان برادر عزیز در این سال 2022 سال برای شما اولا سلامتی ثانیاً عمر پربرکت خدا عطا فرماید از خدا زاری و التجا میکنم که شما را به قله‌های بلند صنعت برساند به قله‌های بلند کسبیتان برساند به شما و اهل عائلتان بردباری ها سلامتی خرسندی تمنا دارم از خدا التجا میکنم که در این سال 2022 سال این لحظه های اصلترین حیات را خدا نصیب و روزی گرداند همیشه سربلند و خانه آباد باشید باز یک بار دیگه خوش آمدید خیر مقدم قدم هایتان نور دیده و تاجی بر سر رحمت باشید سلامت باشید خداوند عمر شما دراز کند و جای مادر خوش آمدید سالی نوی همه تون مبارک شود همه سرودی مرد و نامرد میخوانم باید خلاص بشم یکی خلاصی نیست از کجا رفتیم اما ریتم معارگی سایده رفتیم با دوستان همدرد باش چون خاک باش و گرد باش با دوستان همدرد باش چون خاک باش و گرد باش دور از بری نامرد باش یک روز باش و مرد باش دور از بری نامرد باش یک روز باش و مرد باش
یک روز باش مرد باش بر اون زنی دیوانه یک روز باش مرد باش ثمر می داشتم
برای هنرمند وادی زرافشان رو که قرصق زنید چیه که صنعت سرود اصلا این خوشیند و پنجکند زرافشان حاضر همین تامان 10 میلیون دم گرده همین برادر یک سرود برای شما میخوانم چیه که این آدم وادی زرافشان عینی پنجکند همین ما یک آدم یک آورام یک شاخه برای همین من یک سرود رقصی میخوانم سرود کلاسیکی میخوانم اورش دستی خودشان با 10 میلیون من بیرون رفتم میبینم انشاءالله با دوام میتیم تشکری زیاد آن سلام و درود عالی نشست من همین شما را از نام خود از نام گروه سازی و بازی زرافشان از نام استاد واجب صابیرов
قدمای هر یکی شما رو خیر مقدم گفتم. با همه شما بردباری ها توانا دارم. سالی نو آمد خدایا، یک سالی پر شادی نما. سالی از دل کینه و از دیده آزادی نما. درد و غم را پشت سالی کهنوار کن تا ابد. سالی نو آمد خدایا، یک سالی پر شادی نما. بگذار در خاندان هر یکی شما توی تماشا همایده باشد. قربان شما مادر عزیز، زادروز مبارک شود. خوش آمدید، قدمتان نور دیده مرحبا. من احکام آواز تماشا کنید. Ey kul
Hey,
یک قرضه دنبالوی هنرمند ما رنگ دیگه حافظه این خیلی سیدنی نکنیم باز اینجا از دیهای ارتوش از یک خانه شاگرد آمدگی بسیار خانه انشاءالله آخرین کنسر با اینه میکرد سودی نفسید خانه برای حسین جان دبره اکرام بگیرتون ای آمان ای آمان ای آمان ای آمان ای آمان
السماء زیر نسیمار یارسان هرگز وای 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 هرگز وای وای هرگز گل برهی هرگز وای وای Shut up.
دارم هر دقم بارم پیشم ای آشنا ای دل سارم بی وفا یارم هر دقم بارم پیشم ای آشنا ای دل سارم هر شده من زیغم دارم وفا یارم هر دقم دارم پیشنم ای آشنا ای دل سارم پیشنم ای آشنا ای دل سارم پیشنم ای آشنا ای دل سارم تشکر یک تا چهارتا مشینتان استاد سخن یا دوست سخن کنم سخنم آدم زنده بکنم تشکر دوستان عزیز و گرامی قدم‌های یکایک شما بار دیگر بالای دیده باشد خداوند آمدن شما به این درگاه همیشگی نگاه دارد و آستانه امروز که سال نو بود سال نو میلادی وطنی پهناوری روز پاکی هستیم بگذار که سال نو 2022 به یکایک شما سر بلند تنی صحت خاطر جمع خانه آبادی تندرستی خوشحالی و همه روزایی نازیبایتون همیشه زیبا باشد یک چکی افغانی یک قرص تاجیکی شود دوستان عزیز به خاطر سرنده ممتاز ما که امشب شب ما را شب عزیز ما را شامگه شب یلدایی زمستانی مسکو را خدا خواهد بهارایی باید کرد ما باشیم و شما باشید و همین سرنده ممتاز واجب صابر باشند خدا خواهد بعض ما گلوبات می شود و نگفتن همونا که واجب صابر یکی از آن سرنده های ممتاز هستند که بسیار غزل های تر تازه که جمعوری نمودند از مکتب استاد لایق دیگر سرنده با میسر شدگش نیست برای همین کوتاه میکنم و بگویم که در کاسه زر آبی طرفناک انداز پیشتر زانکی شود کاسه سرخاک انداز عاقبت منزل ما وادی خاموشان است واجبا حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز واجبا غلغله در آسمانی شب یلدای مسکو انداز تا ما گوش و هوش شویم یاری مردان خدا باش که در کشتی نوح هست آبی که به خاک نخرد طوفان را برن از خانه گردون بدن نان مطلب که سیاه کاسه در آخر بکشد مهمان را هر کی را خوابگاه آخر زد و مشت خاک است گو چی حاجت که به افلاک کشی ایوان را حافظا می خورو البته می دست ما نیست می الهی است باید همه داریم حافظا می خورو رنده کن و خوش باش دمه دامی تزویر بکن چون دیگران قرآن را
همینجا دوتا رقاصای خوشخرام بودن، یک به نزد من بیاد قد خامتشون ببینیم کجا شدن رقاصه یک اینجا با استر بید بینی دو رقاصه رو میشنم ببینیم عجایبات میشنم کو استر یک دو از این طرف یک دو از این طرف با شما یک شرط الان کدام شما مراجعت کنیم دست چپ با بسیار نه نباشد دست قد دست کنه گره قد قامت زیبای شما بینندید یک مردکی کم خواب و سهرخیز منم از ناس و سیگار و باده پرهیز منم لب بر لب من گذار و لذت بردار چون لذت قیماق و میانیز منم پیش واجب صبر رو بچه پیش من ببید شما دست راست رقاص خوشخرام دیگر با اینش ما میگویم که انار در دست تو خوشتر از آنی میان باریکی و آرام جانی گیرم از تو جهان لذت من لبانت را به لبهایم گذاری به لب من گذار یا خجل به خاطر همین دو رقاصای خوشخرام زیبا زنده باشه دوستان عزیز نوبت رو باز به سرانده ممتاز ما با واجب صابر میدیم اگر شما زد نباشه ای دوست در این پشته غمبار بگیریم بارانی بهارم که به تکرار بگیریم یک بار دیگر خنده گلهای سرشار واجب بنواز نواله که دلفکار بگیریم افسوس که دنیای کهن مهر ندارد سودا زده مهرمون ناچار بگیریم بگذار که گریه های عشق هر یک مهاجر مسافر عشق شادی باشد همه روزهاشان آفتابی باشد و اون زحمت هایی که میکشن خداوندا بر روزهای شادمانیشان رسد مرحبا واجب صابر سلامت باشید سلامت باشه درست خونتون قبل اونسا پردرژن استرادید من یک جامعه تاجیکی بابر کردم که من تاجیکم گام میزنم قدم میزنم با جامعه تاجیکی تشکر همتون مرحبا جامعه چه که جامعه میتیم برای شما رحمان مقصود شما برای همین اهل هنرم یک با اهل سخن یک خرسنگ آگاه زرفشانی یک جان دانگرم مقصود همین شما هست مصفه زنده تاجیکا با شما زنده من از سوری زرفشانی گفتم بچه خبرود بچه ارتوش بچه پنجویت کلالی زیر ایسار برادرها یک تا گفت یک برادر یک کاغذی 5000 خواهد تانده است همین بین بند یک دانه کاغذی 5000 اگر نامش نمیدانم و نامش آدمی کجا التماس کراس کنم اعلام کنید کی گرفته باشد همین من گفتم گفت خدایی کند میتونست برای این مردم همین سینه خاموش کنید ابراهیم جان ای یاری عزیز قدی تو دارد خمکی دندانی منو لبی تو دارد نمکی من پیشی خدا همین مراد طلبمه سر در بغلم خواب روم یک دم مکی زنده باشی برسیم در عینی غروری شبانی مستم ای افسوس که جوانی میرود از دستم هر یاسم نمیرسد آوازم برگردن نازکی تو دست اندازم یا رفت نکنم حتی بی زرف شانه گذر بکردم دخترانی خوش خندم
مالد من خوابو نبردا نصارم دستگیره مقر توش بیرد ما من آمدیم بدیدنی جانانم سنبرگی سفیدی من برا های خانم سنبرگی سفیدی من برا رسد گیرم باز آمدمی مرد خدا میدونم در کنش میدیدم یه شوق دیگر در کنش میدیدم یه شوق دیگر غیر از تو ندارم یاری دیگر غیر از تو ندارم یاری دیگر سیمای عزیزش شنیدگر است سیمای عزیزش شنیدگر است هم در نظرم هر شام و سحر هم در نظرم هر شام و سحر چشم از رو خیزه مالش نکنم چشم از رو خیزه مالش نکنم بر قلبی عزیزش جانی شدم بر قلبی عزیزش جانی شدم طلبی مانند نسیم طلبی مانند نسیم احوالی دلم دل مورد خراب احوالی دلم دل مورد خراب
سلام باشید. اینجا تاکام آمادگی یک شاعری نامی تاجیکستان آقای فیروزی آمانا مخصوص جان کنید کنه یک کم میکروفون گیتا شاعر شناس کنید مردم قدیم یک دوسته سخن کنم با دوام میتونیم انشاءالله وای مبارک شد شاگرد تایره تبین ساعت 11 دوره که میخوانی یک ده بار مخصوص جان بید برادر عزیز به افتخار ایشان یک خط شود داخل کنیم بینیم خط چه میشه شکل افغانی میشود می برادر عزیز ارجمند خودش این زال یک خاصیت عجایب دارد تا دمی صبح یک بزرگان جهان اندیشه ناعیان وارد شده میگیرند قوه کشش اما نمیدانم قوه کششی واجب صابرون باشم هر باره که به مسکو سفر نمایند البته اونجا با یک شاعر می نویسنده می یک اختراعکار می پیدا میشوند البته بیادون نگفتن که بزرگان را بزرگان پاس میدارند دوستان عزیز بزم خدا خواهد بزم بسیار شیرین پر مضمون زبونیسا میگه که در سخن پنهان شدم چون بوی گل در برگ گل میل دیدن هر کی دارد در سخن بیند مرا این سخن برای که در نزد ما و شما هستند فیروز نظام‌الدین و یک سرنده بسیار ممتاز ما که الهام برادر حضور دارد یک بروی صحنه بد شناسید آدمای شما جوان داند که کیستید و آواره از پی چیستید باید که حافظ از پس هر یک شاعر کابد و جوید و یابد ما گفتن امانت که روز چهارم کنسرت من همین جوان بسیار نه هنرنمایی که خودش نشان داد مخلصان سرود میتوانند تا دم صبح اینجا هنرنمایی کنند باید سخن بسیار نکنیم سخن با برادر ارجمند ما این برادر کهنه ما کهنمی ما یک آدمایی که غنجیدیم نغنجیدیم میغنجیم نمیغنجیم بیرون شدیم خراب شدیم نوبتی سخن با شاعری بسیار توانای ما مکتبی استاد لایق شاعر بسیار توانای ما فیروزی نظام‌الدین مرحبا دوستی عزیز نوبت سخن با شما شکر بسیار لطف کردین اکای عزیز هم گفتن که این قهوه خانه این تالار یک خصوصیت یک خاصیت دارد که آدم های کشش کنه آدم بگن بگذار که همین دلای ما کشش کنه در دیگر بگذار که همین میر و محبت ما شما باید دیگر کشش کنه بگذار که یک احترام ما باید دیگر کشش کنه که در همین یک شهر مسافر در یک شهر غربت بگذار ما دایم و دایم این که حافظان و سرونده ها میبینن یکم کنسرت میمانند یا یکم محفل ها یکم محفل های ادبی ایجادی برگزار میکنند اینا همش بهانه است
بگذار که بخیر بهانه زیاد شد من شما سرجم باشه سرجم باشه در کجا که نباشه خدا نگهبان ما شما باشه تشکر از لطفتان صدا عزیز الا شادام سائل ها حضرت نبی حضرت نبی الا شادام سائل ها به قدری هر چراغ دوره می باید رسیدیم روز که روزی خوش خواهد شد ایا زیبای محفل ها به قدری هر چراغ دوره می باید رسیدیم روز که روزی از شمال حادثه خاموش خواهد شد شما امروز اگر از طالع و بختی بلندی خیشتن مستی ز عطر گیسوان کاکلان پرشکن مستی زمان زمختان از کار دنیا پیر خواهد شد زمان نوبتی بزم و محبت دیر خواهد شد خلاصه میکنیم حضرت گفته که منظر لایق در جمع است همیشه که شما ای صاحبان وقتی خیش دریابید شما آخر جوان و کامران و زنده داخل چه روزی بر مزار سر میخوابید اجل بر شما فرصت نخواهد داد که هر نادیده را بینید گلی ناچیده را چینید و یک دم آنچه را از زندگی نگرفته گیرید شما ای صاحبان وقت بشتابه همراه استاد با عرض ادب بار دیگر السلام علیکم هم شهریان عزیز و گرامی و بجان و دل برابر ما چه خوش است که در این تالار در یک تالار زیبا ما و شما امروز سرجم آمده و البته گفتیم که با همان این محفل و کنسرت و دیگر شب نشینا بهانه است نه نصیب است که ما و شما سرجم شدیم و البته امروز یکی از روزهای یکمین نخست روزی سال میلادی 2022 است و خداوند آفریدگار بگذار در خاندان هر یک شما چون از آغاز امروز از آغاز نخست روز امروز از همین روز یکم که ما و شما سرجم و خرسند و شادمانه که با هم آمدیم بگذار که تا آخر سال حیات هر یک در زندگی هر یک ما و شما بگذار که چنین یک روز خرسندی و خوشبختی و خوش روزگاری و سربلندی باشد و بگذار که تک تک شما یکایک شما در همه جاهای زندگی موفق و کامگار باشند سال نوی یکایک شما مبارک باشند واجب جان صابر البته که بسیار برادر عزیزی من هستند یک انسانی که ما و شما ما و واجب جان یک روز نه دو روز ما بسیار یک برادر هستند بسیار یک انسان خاکسار فروتن انسانی که با حرفای کلام نوشته بشه من واجب جان هنرمنده که هیچگاه من از این هنرمند از واجب جان با این قدر سلیقه و با این قدر خوش صدایی و با این قدر یک استعداد خداوندی که همیشه خاکسار میگردند و همیشه خاکسارند و همیشه در زنده های زندگی بسیار یک خاکسار میگردند واجب جان میزن مبارکتان باد من برای بسیار از این صحنه های بلند دیدگی من از برای صحنه برای دیگر چیز در همین شهر با هم آوردن همین هموطنان برایتان مبارک باشد برای واجب جان عزیز یک قصه سخت صدای واجب جان سربلند هستند موفق هستند سربلند و موفق هستند تمنا میکنم که سربلندتر و موفقتر باشند
صدایتان از صدای دریای زرافشان کم آباد و سرتان پستر از کوههای بلخشان کم آباد. برای واجب جان قرصک تاجیکانه خط تاجیکانه بود. تشکر عزیز. سرتان مبارک دوست عزیز. البته خاک نگنات، خاک دهی نگنات، ابر مردان و استادان و اومد دیاری زرافشان چی عینی چی تاجیکن چی دیگر دیاری هیچ مقایسه کرده نمی شود که چقدر بزرگانی در این دیار به دنیا آمدند و مادران این دیار چقدر فرزندان به دنیا برای چی در ادب و چی در دیگر سوال به دنیا آوردند. البته دهی نگنات هم دهی که بسیار از انصاری و از دیگر ویدالله را جبا از دیگر ها که مادران دهی نگنات چی فرزندایی که به دنیا آوردند تعریف گواه است و ما و شما گواه هستیم. و واجب جان هم از همون دیار هستند و بگذار که سرشان از این بلندتر و بلندتر و همیشه موفق باشند. برادران عزیز سال نوتان مبارک باشد. و البته این بزم اینقدر سخن و دیگر گفتن نیست. این بزم جمشیدی است، بزم سال نوی است، بزم رقص و پاکوبی است، پاکوبی تاجیکانه. البته اکا جان عزیز و بسیار خوب سرشتم که برادر عزیز در اینجا حضور دارم و یکایکتان برای یکایکتان سال نو مبارک باشد. شب و شامتان خوش. صحنه از آن شما هنرمند احسان واجب جان مرحبا. فیروز جان عزیز باور کنید 2 سال دیگر تاجیک‌ها در 2 جای دیگر کنسر رفته سال است. این نصیب من بود است که خداوند شما به این تالار آورد. شما دوام این صحبت میبینید باز من فرار میکنم با تا صبح صادق و من یک بار چپ میزنم با جامعه تاجیکی با افتخار تاجیکی با قدم‌های مبارک شما. برای همین دوست نوقلمان که بسیار تازه خوشبرم هستند دوستان عزیز یک دعا میکنیم که فیروز نظامی‌دین یکی از ایجادکارای بسیار اصیل تازه نویس در مکتب استاد لایق استاد سرمد و این برادر ارجمند از نگنات یک عرضی گفتن کردن باعث افتخار است. برادر عزیز در 4 دولتی واسه مرکزی پیروز قزاقستان 5 دولت دومالله عبای رجب یگانه انسانی که لئوریتی عمومی جهانی به نام اندرسن گرفتن. اندر روانشان شاد بود به خاطرشان یک قرصه علاکه همین کفایه است. نمبر با واجب جان صابرو دوام صحبت فیروز نظامی‌دین برادر ارجمند ما تا صبح صادق دوام میتیم. جردن ما اکنون سر شد به خاطر آن که یک از وارد شدن. خب صحنه شما پا میکوبید سر میکوبید و این برادرای ارجمند موسیقی نواز موسیقی بارو پریسرود موسیقی نباشد در یک دشت ناپیدا کناره فریاد میزند فریاد رسه نیست. نبات محب رحمت یک دستور از اشعار شاعر میخوانم. مهاجر را توکل بر خدا کن سرودی همین شاعر. مهاجر را توکل بر خدا کن دو دستی خش بر سوی سما کن. همه عالم به دردی خود گرفتار خودت بر حال زاری خود دعا کن. همه عالم به دردی خود گرفتار خودت بر حال زاری خود دعا کن. مهاجر را توکل بر خدا کن. دو دستی کش بر سوی سما کن. بوسه بر لعلی شکر بارد کنم آدمی از خواب بیدارد کنم. بوسه بر لعلی شکر بارد کنم
آدم از خواب دارد کنم سربرونی سینه امانم و جان از پای کش بیتارت کنم سربرونی سینه امانم و جان از پای کش بیتارت کنم
اگر بسیار سیام کنه نکنه تو من التماس بسیار سیام کنه نکنه تو رقصایا مبارک شو کنه بیرجا کجا رفتی ای مبارک شو شاگردی من همینم بچه وادی زرافشان حاضی برادرم با آمده انشاءالله وای آدمم ایلوشانم میخوام
کلی برای همین برادرای زرافشانی یک بسیار سرود میخوانم. من یک کیلو چای گیرم مایلش میدم. من مبارک شده بودم. در دوستان یک وقت خزانه میگم سرابر بانوی خدا بخشان بیرون. سلام عرض میکنم همه شما دوستان برادران، همه شما رو به این طرف خانه زیبا خیر مقدم گفتن. همه شما رو در روز سال نو تبریک مبارکباد گفتن و همه شما قربانی ها آسمان سال نوتان مبارک باشند. مرحمت سرودهای رقصی یه چشمان داری و ستاره سرمایی بیا سینه بگم تیرکی پرتایی یا سینه ترم و دیده ها میمانم